فرزانه خانم. بله. سلام. سلام. برای امر خیر خواستگاری مزاحمتون شدم. اون وقت برای خودت؟ نه برای پسرم، چون خیلی پیگیرتون شده بود آدرستون رو داد، ما خدمت شما رسیدیم. بعد چیز سر کار نمیره؟ توی یکی از کارخونه‌هام کردنش مدیر فروش. ای بخور نمیر در میاره مشغوله. کارخونه. بعد خونمونه چی؟ توی شمال شهر یه واحد منتظره که بعد از عقد بخوره به نامت. بعد ماشین چی؟ ماشین دیگه شما باید زحمتشو بکشی دیگه، مدلش، رنگش، اینا رو انتخاب کنی، من درجا چکو بزنم. عزیزم. بعد طلا و جواهر. طلا و جواهری که خودت طلا و جواهری، الماسی ماشاءالله، ولی اونم بدیده منت. چشم، من خودم نوکرتم هستم. بعد همه این هزینه‌ها رو خودت انجام میدی؟ بله دیگه، بله. خب یه پیشنهاد. جان. چه کاریه؟ چرا منو برای پسرت میگیری؟ منو برای خودت بگیر. راست میگی یا بابا، مگه من دیوونم برای پسرم چیزی به این خوبی؟ به خدا بریم بابا. که دیشانو من مشتاق آیا تاکسی یا شوفر برو مالک مشتاق وسخت مدرشتم که دیشانو من مشتاق آیا تاکسی یا شوفر برو مالک مشتاق